فقط باید یه ایرانی باشی تا بفهمی من چی میگم. وقتی میخوای بری یه کنسرت باید یا یه بلیتی $2 $5 گزیده باشندت یا چند تا بلیت داشته باشی که لحظه آخری بیای بگزی. اینقدر خرج این کنسرت کرده برای آرابی را و چی رختی چی بپوشم که از اول تا آخر باید لایو و استوری باشی. تازه غیر از این که بقیه‌ش هم باید حتما تو هایلایت ها باشد که ببینن هایلایت های کنسرتی منو ببینید. فقط هم که تو این راه رو چیه هی میری پی نوشیدنی دست با دست و پا همه رم له میکنی، اصلا نمیفهمن چی دارن میبینن چی تو شده است. جخ بده دم میاد اگه هم بهت بگن چیزی هولم دادین چرا نگاه کرده تو چرا به اون نگاه کردی یا جنگی ناموسی هم را بندازین. ادنم چه کاری است. خب بیشین تو خونه خرجم نکن. هر آهنگی هم که میخوایی از این سوشال مدیا انگار همه جا هست، برو دانلود کن برو ببین. چه کاری است با خودت میکنی هموطن؟ نکو با ما همچین